برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز و ارجمند. شکر پروردگار کریم و منان را که باز به دیدار هم رسیدیم. دهه آخری ماه شریفی رمضان هم دارد سپری می شود و کیها در ماه رمضان روزدار بودند، کیها در ماه رمضان روزخور بودند. ماه رمضان هم رفته ایستاده است و این فرصت را کیها غنیمت دانسته عبادت کردند، به خدا راز گفتند، نماز خواندند، شب زنده داری کردند و کیها تماما به این چیز اهمیت ندادند. این هم گذشت و رفته ایستاده است. خدا کند که الله کریم منان عبادت های من و شما را به درگاه رحمتش قبول و مقبول گردانیده باشد. تماشابینان عزیز، برنامه ما برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره بیدارشوی حکومت جمهوری تاجیکستان نهایت بعد از یک هفته مناقشه مرزی صحبت میکنیم. پس از یک هفته وقوع جنگ در سرحد با قرقیزستان و به شهادت رسیدن حداقل 20 ساکن کشور، مقامات دولتی همکنون دارند از خواب بیدار می شوند. ظاهرا انتقاد مخالفین از بیعملی دولت امام علی الرحمن تاثیر کرد. یعنی انتقادهای ما، تنقیدهای شب و روز ما کار خودش را کرد و هیچ نه این حکومتی به خواب رفته را دارد بیدار می کند. اما اینها حالا به تمام بیدار نشدند. هنوز عملکرد مقامات از خواب خسته را میماند که تازه یک چشمش را از خواب کشاده است، حال چشم دیگرش کشادگی نیست. همین روز قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان ضمن سفر کاریش به ولایت ختلان و ناحیه فرخار به عیادت والدان حسن سفرخوجه اکبرزاد، افسری سرحدبانی که ضمن دفاع از مرز دولتی در واروخ اسفره به شهادت رسید رفته است. به فکرم خطا نکنم همین نفر است که رئیس ناحیه اسفره را خودش را سپر کرده نجات داده است. رئیس ناحیه اسفره تیر میخورد، این نفر خودش را به رئیس ناحیه سپر میکند، بعد این تیر میخورد میفرستد. به فکرم همین بود اگر خطا نکنم. این عیادت سروزیر از خانواده مصیبت زده ضمن سفر کاریش اتفاق افتاده است. یعنی قاهر رسولزاده مخصوص برای عیادت خانواده شهید به فرخار نرفته است. هرچند نه تنها قاهر رسولزاده بلکه خود رئیس جمهور و پسرش رئیس مجلس ملی وظیفه دار هستند که از یکایک خانواده شهید شدگان دیدن کنند. ولی به هر حال به نظر می رسد حکومت بعد یک هفته خاموشی به این نتیجه رسیده است که امکان ندارد مرگ 10 نفر در نزاع مرزی را نادیده گرفت. اکنون پس از این اقدام سروزیر با سپارش و دستور پیشوای ملت به خانواده هر کشته شده درگیری‌های مرزی در حوادث روز 29 اپریل در تاجیکستان 70,000 سومانی یاری مالی دادند. این یاری ها را رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده و فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رجب علی رحمان علی ضمن عیادت و حالپرسی خانواده های قربانیان به دست پیوندان آنها سپردند.
احمدزاده رحمانعلی به خانواده های قربانیان درگیری ها رفته اظهار همدردی و تسلیت کرده، گفتند که قهرمانی های فرزندان شجاع وطن هیچگاه فراموش نخواهد شد و جان‌نثاری های فرزانگان دور که برای حفظ خاک سرزمین خود را سپر ساختند در صحیفه های تاریخ ملت ابداً ثبت می گردد. رئیس ولایت سوخت گفته است که حکومت اهل عائله شخصان فوتیده را هیچگاه تنها نمیگذارد و برای دستگیری آنها همیشه کوشش میکند. فرزندان آنها را تعلیم تربیه میکند، آنها را تا مکتب میانه را ختم کردنشان نظارت میکند، بعد مکتب را ختم کردنشان با کوتا ها آنها را به دانشگاه ها برای تحصیل معلومات عالی جلب میکند. و اینچنین رجب‌بای احمدزاده گفته است که برای پاس خاطر شهیدان برای آنها لوحه یادبود گذاشته می شود. لوحه خاطروی برای آنها گذاشته می شود. ببینید میشد است که همین تماشابینان عزیز، وقت تعزیه رفتن سروزیر را از رسانه‌های خبری خواندم، در حال به فکرم آمد، گفتم اکنون به زودی شاهدی به نزد خانواده های شهدا و جبردیده ها رفتن رئیسان ولایت ناحیه ها خواهیم شد و از پی آن شور مغل فرم جواب و لگنبرداران درباره غمخوری پیشوا و دولت به شهدا و جبردیدگان بالا می شود. همین فکر رو کردم، چند ساعت نگذشته خبر سفر رجب‌بای نشر شد. رجب‌بای احمدزاده به رجبعلی رحمانعلی رفته زیارت کردند، چه خیلی که در بالا گفتم، و یک گپ‌های شیرین امیدوار کننده گفتند. ببینید همین حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست، تاکتیک و اصول حکومتداریش چنان ساده است که پیشکی می شود تخمین زد و پیشکی می شود دانست که چگونه باید به حکومت فشار آورد و حکومت به چه کارها قادر است، در کجا می شود که به استوپکه مجبورش کرد، در کجا چشمش کور و گوشش کر می شود، در کجا ظالم مطلق می ماند. همه رو می شود تخمین زد. برای همین هم یک کم امید هست که یک روز این حکومت کارناشایم ناعهده برای خود را تن می گیرد و به استعفا می رود. انشاءالله تا این هم می رسیم. چون که دیده ایستاده فشارهای جامعه کار کرده ایستاده است. اگر همین شما مردم صدا بلند نمی کردید، در این شبکه های اجتماعی، در این رسانه های مخالفین گپ نمی زدید، نگرانی نمی کردید، اینها امسال از خواب نمی خستند، شنید را به ناشنید انداخته می گشتند. حالا هم در همین حال هستند قریب که. خب حالا برمیگردیم به موضوع. این رو بینید. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده که همراه سروزیر به خانواده شهید حسن سفرخوجه اکبرزاد رفته بود، گفته است که حکومت ولایت ختلان جهت بنیاد منزل زیست با تامین تمام شرایط مناسب برای فرزندان خردسال افسر سفرخوجه اکبرزاد اقدام کرده است. رسولزاده به والدان شهید گفته است فرزندان شما حامی اصلی مرز و بوم و سرسپرده وطن بود. خلق و وطن در سیمای محض چنین جوانمردان دلیر و شجاع حامیان و تکیهگاه خود را می‌بینند. فرزند شما افتخار تاجیکستان است و مردم کشور هیچگاه قهرمانی او و خدمت‌هایش را
و همخدمتانش را فراموش نخواهد کرد. حالا تماشابینان گرامی نگفته نماند که گپی بزیب را گفتن همه میتوند. گپ را خوشرو کرده، پر تاثیر کرده گفتن همه میتوند. حالا وقتی این گپ ها را گفته ایستادگی سروزیر قاهر رسولزاده چند کس به وجد آمده گریه گلوگیرشان کرده باشد یا گریسته فرستاده باشند انا حکومتی ما هم حکومت میشود است گفته. اما ببینید جسد پرپرشک قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان حسن سفرخوجه اکبرزاده 31 ساله صبح 1 می به خاک سپرده شد. در جنازه افسر که به گفته سروزیر افتخار تاجیکستان است و قهرمانیش فراموش نمی شود، نه خود قاهر رسولزاده و نه رئیس ولایت حضور نداشتند. اگر کسی هم از مقامات حضور داشت یگان کمیته محله یا رئیس جماعت بودگی است. از این بالا نه. حالا در حالی که سروزیر با عیادتش از خانواده شهید اکبرزاد مرگ او در مناقشه مرزی را ضمناً اعتراف کرد، ببینید مقامات کشور با گذشت 1 هفته مرگ 8 نفر را رسما اعتراف و اعلان نکردند. گویا هیچ جا هیچی نشده است. همه عالم داد و وای دارد. قرغیز به پا خسته است. اینها خاموش. نام کشته شدگان از مردم و رسانه ها پنهان داشته می شود. و رسانه های مستقل به مثل رادیوی آزادی یا آزیا پلوس با کوشش تلاش خود نام 20 نفری آنها را پیدا کردند. 20 نفر مردگی را به قتل رسیدگی را در جنگ پیدا کردند. همین روز به فکرم آزیا پلوس بود یا رادیو آزادی، به فکرم رادیو آزادی بود، نام 2 قربانی دیگر از جانب تاجیکستان در جنجال مرزی با قرغیزستان را آشکار کرد. حکیمبای نیازوف 39 ساله و نصرت الله نبیفی 20 ساله. هر دوشون هم ساکنان جماعتی چارکویی شهر اسفره بودند. دیروز نیز 4 می نام 2 قربانی آشکار شده بود. اصلالدین عبدالزمانوف 20 ساله و عبدالله سیدوف 26 ساله از ناحیه نورآباد. مقامات ناحیه نورآباد گفتند این افسر و سرباز مرزبان روز 29 اپریل در سرحد با قرغیزستان کشته شده، روز 1 می دفن شدند. معلوماتی که درباره این 2 شهید نشر شده است گواه آشکار جنایت جنگی جانب قرغیزستان و نخست حمله کردن این کشور است. اما مقامات تاجیکستان نه تنها این دلیل آشکار را در بدادگاه کشیدن جانب دیگر بلکه حتی در جنگ اطلاعاتی استفاده نمیبرند. عکس و نوار از جسدهای این 2 شهید و خلاصه اکسپرتیز میتوانست در دعواهای دادگاهی بین 2 کشور که حتما در آینده به وقوع خواهند پیوست دلیل رد نشونده بودند. این کار را نکردند. الها کرده باشند. لیکن چشمم نمیرسد که فراست اینها به همین چیز رسد. در حال بردن گور کردند. محمد ایوب کراماتوف رئیس جماعت خمدان ناحیه نورآباد گفته است اصلالدین عبدالزمانوف 1.5 سال پیش برای خدمت رفته بود و در دیدبانگاه مرزی خواجه علا در اسفره خدمت میکرد. این گفته است که به چشمش با سنایپر زده شده است. به چشم این افسر با سنایپر زده شده است. عبدالله سیدوف افسری 26 ساله، این هم از ناحیه نورآباد. به گفته خود مقامات در خواجه علا خدمت میکرد و در سرش آثار سنایپر، تیر سنایپر مشاهده شده است. حالا ببینید شماره عمومی قربانیان در مناقشه مرزی با قرغیزستان که
رادیوی آزادی یعنی اختارش معلوم کرده است به 20 نفر رسید. تعداد مجروحان باشد 88 کس. 88 نفر مجروح شدند. در حالی که دولت حکومت تاجیکستان رسما مرگ هیچ کدام آنها را اعتراف نکرده است، کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 3 می نخستین بیانیه درباره خسارات از جنگ را نشر کرد. کی مردن تعیین نه، روی خط وجود ندارد، اما خسارات معلوم کرده می شود. همین کمیته حالتهای فوق‌العاده نیست فقط درباره خسارات گفتگی، درباره تلفات جانی چیزی گفته شدگی نه، هیچ چی گفتگی نه. از این چه خلاصه میتوان برآورد؟ ظاهرا میبینیم که هدف از نشر حجم خسارات یعنی ضررها از جنگ بجز جلب کمک مردم چیزی دیگری نیست. اینها میخواهند مردم به اینها کمک کند، پول تید. بله، برای چی خیلی میگویم؟ برای آن که رسانه های دولتی برخی با 5-6 زبان پخش میشوند، اما کمترین معلومات در این باره با زبان های دیگر نشر نمی کنند. هیچ چی گپ نیست. می توانست از روزهای اول حکومت جمهوری تاجیکستان فافتیدگان را روی خط کند، گاه به گاه روی خط فافتیدگان دیگر که کشف شده است به روی خط همراه کند، خبر دهد، به رسانه ها خبر دهد، استاد مخصوص تشکیل شود. در استاد مخصوص میبایست یک سخنگوی میبود که تمام رسانه ها از او خبر را میگرفتند. نه، اقلا در سطح دولت این کار را نکردند. بگذار میلش بعضی چیزها سیر هست نگفت باید گفته نشود، بعضی چیزها باید گرد و پهلویش ستوکاتورکا شپکلیوفکا کرده گفته شود. بگذار میلش همین خیلی هم نکردن. اقلا همین کار رو هم نکردن. از چند ناحیه کشور به ما خبر داده ایستادند که مقامات، مسجدها، صاحبکاران، رئیسان محله و جماعتها و حتی مکتبها را وظیفه دار کردند که به ضرر دیدگان برای کمک پول جمع آوری کنند. پول، گوشت، میده چوده جمع آوری کنند. حالا ببینید، طبق معلوماتی که به ما اومده رسیده است، مکتب ها به جمع آوری از 300 تا 1000 سومانی، برخی جماعت ها غیر از مبلغ پولی به جمع آوری نکم از 100 کیلو گوشت، مسجد ها از 200 تا 3000 سومانی وابسته از شمار نمازخوانان وظیفه دار شدند. حالا یادتون باشد تماشابینان عزیز، پیشتر گفته گذاشتم که رجب بای احمدزاده و رجب علی رحمان علی از نام امام علی رحمان به اهل عالی فافتیدگان به مقدار 70,000 سومانی در مجموع 700,000 سومانی کمک پولی سپردند. البته ببینید، معلوم نیست این 700,000 از همان مبلغ هایی است که از مکتب مسجد ها جمع آوری شده اند یا از بودجه کشور. خبرگیری از خانواده های شهیدان آسیب دیدگان اولین واکنش رسمی مقامات تاجیکستان بعد یک هفته فاجعه است. و فاجعه یک هفته شد، حالا اولین واکنش اکنون دیده می شود. در همین حال آنها یعنی حکومت تاجیکستان در هیچ سمت دیگری واکنش نکردند و در مقابل ده ها تهمت و بهتانی که جانب دیگر میزند خاموشی را اختیار کردند. قرغیزها ده ها بهتان، ده ها تهمت را جانب تاجیکستان زدند. اینها جیم، آرام، هیچ چی گپ نمیزنند، گویا اینکه راضی هستند، گویا که همین کارها، همین تهمت ها درست است. یگانه پاسخی که در این سمت صدا داد از وزارت کارهای داخلی بود که به اتهامات درباره تشدید نظارت به قرغیزهای دارای دوشهروندی مقیم تاجیکستان
جواب رد داد و گفت که دلیل های در وسایط اخباری عامه قرقیزستان انتشار یافته از حقیقت دور می باشند. وزارت کارهای داخلی گفت که در واقع در ناحیه لخش قرقیز تباران دارای دو شهروندی زندگی میکنند. این پدیده مقرری است، اما حالتهای شدید شدن نظارت شناسنامه ها و اخراج شهروندان قرقیزستان وجود ندارد. درست از بعضی از شهروندان تاجیکستان در همین ناحیه هم قرقیز ها برآمد کرده گفتند که همه گل است. درست بگذار این باشد که ما باور کردیم. حالا ببینید، در حالی که بعد یک هفته مرگ ده ها نفر و سوختن خانه های شهروندان حکومت از خواب بیدار شد، تا حال مقامات تاجیکستان نه وارد جنگ اطلاعاتی که از جانب قرقیزستان با شدت پیش می رود شدند و نه حتی با وجود چنین جنگ اعتراف کردند که انا همین قدر تلفات داره، تلفات جانی. حکومت و رسانه های قرقیز گوش جهانیان را کر کردند، اما تا حال از جانب حکومت و رسانه های دولتی تاجیکستان هیچ حرفی در این مورد شنیده نمی شود. سید مراد فتاح زاده وکیل پارلمان تاجیکستان امروز در یک نشست بخشیده به آزادی مطبوعات اعتراف کرد، گفت که در حقیقت در بازرسانی کردن حادثه رسانه های تاجیکی اونقدر فعال نبودند، به طور باید شاید فعال نبود. این اولین حرف از زبان یک مقام رسمی جانب تاجیکستان است، هرچند فتاح زاده تنها یک وکیل است، یک وکیل تمام. این یک کاری خوب دارد، انگشتی هر را پخش کردن رو میدوند، تمام. همین قدر وظیفه دارد در مدت 5 سال. حالا هم گپ زده است. موقع این مردک موقع رسمی نیست، اما به نظر میرسد عقل مقامات تاجیکستان رسیدن به جنگ اطلاعاتی رو هم شروع کرده است. کم 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 عقلشان کار کرده ایستاده است. شاید یگان هفته پس فرمه جوابو اکادمی علوم و مرکزی تحقیقات استراتژی سپارش گیرند که یعنی قرقیز ما رو زد، قرقیز سرحد رو عبور کرد، ما با مخالفانه. اکنون شاید اینا جنگ اطلاعاتی با مخالفان رو بس کنند و مخالفان رو یک سو مانند و اکنون شاید به قرقیز ها چسبند. نه؟ خیر آخر یک عقل هوش را کار فرمایید. ما شما رو تنقید میکنیم به خاطر آبادی کشور. ما شما رو تنقید میکنیم به خاطر پیشروی، به خاطر ترقیات. شما قرقیز ها شما رو زدند، قرقیز ها مرز را عبور کردند، قرقیز ها افسران ما را کشتند، خانه های ما را سوختند. قرقیز ها را مانده طول یک هفته با ما با رسانه های مخالفین چسبیده اید، با مخالفین چسبیده اید. هر یک اکن هوشیار شوید. فهمیده شدیم کم کم هوشیار شدید. به هر حال این هوشیاری هایتان قابل دستگیری و تشکر است. یک چیز دیگر این است که تماشابینان عزیز، گروه فیسبوکی اخبار برای افکار با رهبری روزنامه‌نگار مشهور رجب میرزا یک اقدام کرده است. باید این اقدام را دستگیری کرد. اینها برای دستگیری مردم واروخ رقمی کارت گذاشتند و رقمی تلفن موبیلی پیوست به این کارت را گذاشتند که در نوار دیده ایستاده اید. خواهش میکنم دستگیری کنید. خواهش میکنم
باید هر یکی ما این را دستگیری کنیم، چون که این روز باید ما با همین عملهای خیرخواهانه خود اتحاد همبستگی خودمان را نشان دهیم و باید من بعد هم انا همین خیل متحد باشیم و به هیچ کس حق ندهیم که به سوی کشور ما چشم الا کند. این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. سربلند و پیروز باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.